وعده های صادق. گفتن برو تو پناهگاه جون خودتو نجات بده. اون بدون این که تکون بخوره جواب داد اگه مردم من جایی ندارم پناه بگیرن، منم ندارم دیگه چیزی نیست بگم. سر پستش موند و وظیفه‌شو تا آخر انجام داد. شبونه فرار نکرد. شهیدا اینجوری هستن. 40 روز تموم ملت گریه کرد، بعدشون گریه رو تبدیل کرد به قدرت. این یه آهنگ از خورخ مونتس، مسلمون مکزیکی. شاهای خلیج راهو باز کردن برای بمب افکنایی که اومدن آدم بکشن. خاک اسلامی فروخته شد به واشنگتن، خدا قضاوتشون کنه. دیگه حرفی نیست فتا ما فوق صوت، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. خرم شهر که آسمون میلرزه، وعده های صادق 4 بار دیگه. موشکای ایران پرواز میکنن و وانمیستن. هرمز رو بستن، نفت قطع شد، ترامپ داد زد تو خلا، کسی گوش نداد. یمن حزب الله، فلسطینم هست، مقاومت نمیره. آمین. بشنو اسماشونو دنیا یادشون بگیره. فتا که هر سپر پوش شیرو میشکنه، قد برد بلند که میرسه بی خبر. خرم شهر کلاک چنگانه که خطا نمیره. 150 موشک توی شب تلاوی و لرزید. هیچ بهونه ای نبود، پالایشگاه حیفا تا سپیددم سوخت. این هزینه بازی با قدرته. شلیک میکنه حزب الله از شمال، موشک آتیش دریا، فلسطین از درون، زمین تونل ایمان. محور مقاومت میگه اینجاییم بیا. هرمز بسته است، 20% از نفت دنیا تو دست ایران. این رو تو اخبار نمیگن. فتا ما فوق صوت، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. خرم شهر که آسمون میلرزه، وعده های صادق 4 بار دیگه. موشکای ایران پرواز میکنن و وانمیستن. هرمز رو بستن، نفت قطع شد، ترامپ داد زد تو خلا، کسی گوش نداد. یمن حزب الله، فلسطینم هست، مقاومت نمیره. از مکزیک صدامونو میفرستیم، دیدیم کی خم شد و کی ایستاده مرد.